اینجا که بیشتر توپ گرفته مدرکی سنگین داره. سربازی چجوری رسید وضعیت سربازیت؟ من دانشجو. جان؟ دانشجو. چه رشته هستی؟ دکترا فیزیولوژی. دانشجو دکترایی؟ جان علی. کدوم دانشگاه؟ لرستان خودم بود. دانشگاه آزاد خرم‌آباد؟ دانشجو دکترایی؟ بله. فقط رشته تو بگی من اوکی ام. فیزیولوژی رفتم دیگه. رفتم کنکور دکترا بدم. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. کامل یه جزوه امتحانم کامل انگلیسی بود. من گفتم خدایا منی که یه معلم زبان گرفتم که به من زبان یاد بده تو 2 ماه لوری فول شده، چجوری من مثلا این زبانو پر کنم؟ چیکار کردی سر آزمون دکترا؟ 10-20 دیگه. فقط تنها شانسی که داشتم تستی بود همین. دیگه یه جوری زدم، ولی خدا رو شکر یه اتفاقی که برام افتاده، حالا خبری که من دادن که خیلی، یعنی نمره خیلی خوبی بوده، یعنی منفی بالایی نگرفتی. بعضی وقتا این شانسی میاد. چجوری یعنی قبول شدی دیگه طبیعتا قبول شدی و رفتی؟ بله. بعد برای کارشناسی ارشد تز دادی، تز فوق لیسانس پایان نامه داشتی؟ باید بیرون با هم صحبت کنیم. نه همین به جان علی کار ندارم. حساب ساعت 2 بریم. آقا دکتر علی بیرانوند، ما یک بار شکوه علم رو زندگی کردیم. وقتی تو این سرزمین علم حاکم بود و درباریان خدمتگزار اهل خرد بودن. وقتی ابن سینا تو همدان کتاب می‌نوشت و قرنها بعد دانشگاه‌های اروپا هنوز ازش درس می‌گرفتن. وقتی فارابی رو به خاطر عمق فلسفه‌اش معلم دوم دنیا می‌نامیدن. وقتی خوارزمی ریاضی رو باز تعریف کرد و دنیا هنوز از اسمش الگوریتم رو وام می‌گیره. وقتی زکریای رازی آزمایشگاه ساخت و شیمی رو از جادو جدا کرد. وقتی حکیم عمر خیام با یک دست ریاضیات با یک دست دیگه فلسفه و شعر رو جلو می‌برد. توی اون دوران جایگاه علم روی تخت بود و بی سواد جرأت نداشت وارد مجلس اهل دانش بشه. ولی امروز مدرک دکترا مثل اسکناس بی پشتوانه دست به دست میچرخه. آدمای بی سواد با چند جلسه کلاس و با یه عکس قاب شده خودشون رو دکتر جا میزنن. نتیجهش این شده که کشور توسط کسایی داره اداره میشه که نه شعور مدیریتی دارن، نه ریشه علمی، تصمیم گیری هامون نه تجربه داره نه تفکر. و ما تاوان این سقوط علمی رو توی گرونی، فساد، ناکارآمدی و مهاجرت مغزها داریم میدیم. وقتی بی سوادا دکتر میشن، با سوادا فرار میکنن. من به عنوان نماینده از هزاران دارنده مدرک دکترا تو این کشور، کسی که شباش رو با نوشتن، خوندن و تحقیق صبح کرده، دارم اینو بهت میگم. خیلی خسته از نادیده گرفته شدن، از مدرکایی که ارزششون رو با ژست‌های تلویزیونی له کردن. ما برای دانش جنگیدیم، نه برای دیده شدن. ولی این جایگاه ما نبود، حق ما نبود. از ابن سینا رسیدیم به بیرانوند و یک کسی نفهمیم یعنی چی، یعنی سقوط یک